خوش آمدید به برنامه ما. ببینید هفته گذشته گروه دهشت افکن دولت اسلامی نظارت مفصل رو که زمان مرکزش بود از دست داد. آیا میتوان گفت که با همین جنگ تمام شد؟ طور معلوم گروهی به نام دولت اسلامی در موصل به شکست روبرو شد و حالا گپ سری رقم مرکزی الترناتیوی این گروه تندرو می رود. مسئله این است که بعد باخت پوره این گروه دهشت افکن که منطقه‌های زیادی را زیر نفوذ داشت تقدیرش چه خواهد شد؟ با مشاهده از فعالیت چند ساله چنین گروه ها منطقاً میتوان گفت که آن به پنهانکاری گذاشته اصول حمله های خود را به کشورها تغییر میدهد. چون که این گروه دهشت افکن است که تلاش دارد پیوسته حمله را انجام بدهد، احتمالاً نامش را عوض خواهد کرد. طوری از حجت‌های مربوط این گروه وابسته به هلاک شدن رهبر آن برمی‌آید امکانی از همپاشی گروهی به نام دولت اسلامی وجود دارد. در جای آن چند گروه علاهیده با موقع‌های از لحاظ تاکتیک و استراتژی بهتری جنگی به میدان می‌آیند، ولی در عموم ایدئولوژی آنها یعنی تلاش برای خشونت و زورآوری تحمیل کردن عقیده‌های دینی حفظ خواهد شد، زیرا همین دیدگاه محک اصلی این حرکت تندرو است. این را می‌شود با مشاهده از فعالیت همین گونه گروه‌ها در گذشته حدس زد که برای به وجود آمدن سازمان دهشت افکن دولت اسلامی اساس گذاشتند. فکر میکنم همین روند باقی میماند. Я думаю, что вот эта тенденция сохранится. ببینید بیشتری ها در تاجیکستان بر این باورند که گروه دهشت افکن دولت اسلامی را کدام یک کشور سازمان داده است. از نگاه شما واقعا این طرح بود و آیا میتواند یک گروه مثل گروه تندروی дәулет اسلامی بدون پشتیبانی کدام یک کشور خاص سازمان بیابد یا راه اندازی شود؟ Тут вопрос, конечно, непростой, потому что все подозрения... این مسئله چندان ساده نیست و نمیتوان شبهه همه را برطرف نمود. باید گفت رشد بسیار ساله گروهی به نام دولت اسلامی در زمینه تبلیغات ایدئولوژی امکان پذیر شد. این حرکت ادامه سازمان‌هایی است که به همین مانند ایدئولوژی داشتند. یعنی اگر به گونه دیگر بگوییم، آدمان با دیدگاه یک خلط جمع آمده گروهی را تأسیس دادند که فعالیت معین را پیش میبرد. معلوم است که یک خصوصیت فرق کننده گروهی به نام دولت اسلامی در خشونت‌آمیز و دهشت افکن بودن آنهاست. در این حالت البته گمان‌ها پیدا می شود که شاید پشت آنها کدام کشور می ایستد. از نگاه من چنین گمان‌ها اساس ندارند، چون که برای خدمات‌های مخصوص زیر کنترل نگه داشتن چنین گروه‌ها به مراتب مشکل‌تر از تشکیل نمودن آنهاست. این خیلی خطرناک است. ما مشاهده میکنیم که چگونه بارها عربستان سعودی و اکنون قطر را در پشتیبانی از این گروه دهشت افکن متهم میکنند. به نظر من این تنها خیال است، زیرا چنین گروه ها به خود رژیم عربستان سعودی نیز خطر دارند و هیچ یک رهبر صاحب عقل هرگز چنین اقدامی زیر تابعیانش را از خدمات مخصوص نمیپذیرد. Такую инициативу своих подчиненных вот в таинственных организациях. خب در این چند وقت اخیر برخی از جنگجویان دولت اسلامی به وطن، برخیشون به تاجیکستان برگشتند. تا کدام حد این جنگجویان میتوانند برای کشور خطرناک باشند؟ Мне кажется, что относительно بیشتری اعضای این گروه علیه تجربه جنگی و عقیده‌های معین دارند. از این لحاظ برای کشورها خطرناک بوده میتوانند. با توجه به این نه تنها در تاجیکستان بلکه در دیگر کشورها نیز مقامات امنیتی کشورها آنها را دائم زیر نظارت خواهند داشت. از طرف دیگر به نظر من بیشتری آنها به آسانی از ایدئولوژیایی که دارند دست نمیکشند. این مسئله نیز خطرناک است، زیرا آنها تلاش خواهند کرد که دیدگاه خود را به دیگران نیز تلقین نمایند. من استثنا نمیدانم که بعضی آنها از عقیده ها و روحیه جنگی که تا چند وقت پیش داشتند روی میگردانند، ولی مشکل هم در این است که چگونه میتوان آنها را معین کرد، زیرا این خیلی مشکل است. از این خاطر ناباوری جامعه به این نفران باقی خواهد ماند. مخصوصا برای تاجیکستان این خیلی مهم است، زیرا این کشور تجربه جنگ شهروندی را دارد و نفرانی که میانی هم جنگ کرده بودند بعد انجام نظام مجبور شدند سری آن بیاندیشند که چگونه با همدیگر سازش نمایند. این روند خیلی مرکب است و میتواند 10 سالها و چند نسل сложный процесс, который может занять не одно десятилетие и даже не одно поколение людей. Спасибо огромное. Yadovat میشم که در صحبت ما قرار داشتن سرگئی دانیلچکین، تحلیلگر مسائل خاورمیانه.